برای درد دل و давление چه خیل خانه به خودمای خودمون لیچی نمی کنیم. بسیار کس التماس دارد دلاتون سیخ زند، درد کند. چیکار میکنیم؟ آرام شوید، خدا خواهد همین خیر میشید. 21 تا راهش یافته آوردم. یک تا استادم سین سالش کلان سال 21 راه درد دل و давление. روسی بود، تاجیکش ترجمه перевод کرد. من هم تو شما به خوانده میتیم. خدا یک تا راهش، دیگر راههای آسانش بسیار، فقط ما نمیدونیم این چیزا. هم تو خوانده میتیم برادرها. بلاگر تاجیکستان برای شما خوان. مرامت کسی اگر روسی را تاند، من روسیش، من تاجیکش خوانده میتیم. 200 میلی گرم ساکی لبلبو، 200 میلی گرم عسل را همراه کرده. قبول 100 میلی گرم 3-4 بار در یک روز برای تبابت درد اطراف دل. فهمیدین برادرها؟ 200 میلی گرم آب لبلبه سرخ، 200 میلی گرم عسل تازه ارلش میکنید. 400 میلی گرم میشد. سحر شکم سربه 100 گرم میزنید. ابیت شکم سربه 100 گرم، بیگانی 100 گرم. پیش از خواب با 100 گرم خورید این آب لبلبه قطع عسل. دیگه جایات هم بایم فایدهش هست و ضررش نیست. باور کنید. تابلت‌های خیمیکات میخورید، یک جاتون با فایدهش برسید، دیگه جاتون ضررش هست. این چیزای طبیعی همه جاتون با فایدهش هست و ضررش نیست. این قدرت خدا است. همتون سلامت باشید. این برای یک نمود درد دل بود. یک پروبه کنید، اگر فایدهش نبینید دویم راهش است. پیاز و لیمون و عسل ارلش کرده چخیل خوردنوش هم تو نشان میتیم. غلام جان 93 ولایت سود ناحیه ظفرآباد خانه من. همه وقت همتون سلامت باشید. دل احتیاط کنید. مطار ما همین تاجیکستان به پیش.